تقریبا هر جمعه درباره یگانگی الله تعالی سخن می‌گوییم. با بعضی‌ها حقیقت می‌گویند که برای چی شما دنبال‌ها تشویقات نمی‌برید، برای چی شما دین نمی‌رسونید. دین نمی‌رسونید وقتی که گفتیم همونجا خودشان این کار می‌کنن. دعای خیر بشه و آخرش به ارواح‌ها یا پیرو مددها یگانه یا الله عزوجل یادم می‌کنه که الله تعالی پروردگار آن در دشت و بیابان بوده که شما یادم می‌کنه. نه پدر و نه مادر و تمام انسان‌ها یادم که نمی‌تونن غیر الله عزوجل. اگر یک انسان ریشش در داخل اسلام سفید شود، 5 وقت نمازش در مسجد در جماعت باشد، قرآن نازل کند، شب و روز روزه دارد، ذکر کند، خداوند را از دنیا ترک کند و اگر خدا او یگان چیز شریک آوردگی باشد ولقد اوحینا الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. ای پیغمبر ما تو وحی دادیم و پیشین پیغمبرها وحی دادیم که اگر شریک بیاری تمام عملها بیهوده میشه. اگر آخری حیاتش به آدم مشرک شود، خدا و هستی خضر می یگان چیز هست بوی دیخونه اگر شریک بیارد خدای هم پرسد ما بینش اومدگی نه از همه هم پرسد و اربای گذشته کنه همین جنگی ها تربیت کنه بود خدا شریک ها همه عملاش نمازهای خواندگیش صدقه های کردگیش همش بیارده میشه. خدا مشرک و ذره نظر نمیکنه. بعضا میشد که میگفتن از جا پیش از برخواستن میگفتن یا علی یا اینکه چیزی گفتن یا علی یا حیات النبی. حتی ای پدرم گفته خستنم من است آخر. یعنی یاری فقط از الله میوی یا نیدا هست یا یاری هست. یعنی هم نیدا هم یاری پرسیدن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را پرستش میکنیم و تنها از تو یاری میپرسیم.